این مسخره بازی ها چیه؟ چه مسخره بازی؟ چرا دردتون نمیاد؟ چرا دردمون بیا؟ بابا شما جهنمین. برو بابا، به ما تو ایران جهنم شبیه سازی کردن. یعنی چی؟ بخویا پل سرات ما نازک. از مال ما نازکتر؟ مال شما خب کلفته، مال ما نازک که نمیتونی رد بشی. نکیو منکر داریم، سوال فیزیک میپوشی. یعنی شما پول میدین بلیت میگیرین میرین جهنم؟ بلیت میگیریم میریم جهنم. بعد این جهنمی، این چه جهنمی شما دوش کردین؟ مشکلش چیه؟ بیا جهنم ما رو نگاه بکن، کیف میکنی؟ نه من بلیت نمیگیرم. بدون بلیت میخوای برو جنوب. جنوب چرا؟ جهنم اصلی جنوبه، هوا 50 درجه است، روزی 2 ساعت تا 4 ساعت برق نیست، برق که نباشه آب نیست، اونجا دیگه نیاز به بلیت نداری، رایگان توی جهنمی. حالا فهمیدی ما چرا اینجا دردمون نمیاد؟ آره حق داری. جهنم فقط جهنم ما. من دست مسئولینو میبوسم، بی‌نظیره اون جهنم، بی‌نظیره. حالا ما چی کار کنیم؟ ما میریم داخل، تو بگو زیرش زیاد کنن. خب باش. آفرین، سلام، خدا برسان، کار نداری؟ قربونت. بیم جهنم. این تازیاناش هم خوب نیستا، بگو عوض بکنن. چشم. برایم. سلام صدام لاشی. پاری